خطا کرده زود به من بیار. میخواستم با کمیسر امیر صحبت کنم. کمیسر امیر در بیرون است، خواهد من کمک کنم. اپای فریده؟ گلرو، این خانم کمیسر امیر را میکوبند. مالش من کمک میکنم. گلرو، امیر رو یافته نمیتوانم، تلفنش خاموش است. مالش اپای فریده آرام شوید. حالتان خوب نمینماید. آب مینوشید. همین نوشم. گیرید اپای فریده. تشکر. گلرو، این دیسک در خصوص آقای غالب در درونش چیزهای مهم است. این رو کی به شما داد؟ همون زنی که مرا به وای رساند، جانان. او را میشناس. او به من داد. او را آدمان غالب دزدیدند. جانش در خطر است. گلرو، باید حتما امیر را یابیم. باید یگان کار کنیم. مالش اپای فریده، من برای همین روزم حاضر به امیر خبر میدهم. او هم به مرکز میآید. من میفرمایم تو که شما رو به خانه تان برند. مالش شما خیلی در هیجانید. از قد و قامتتان شرم دارید. از عهده دوزدن نبرآمدید. توف به شما ابله‌ها. برای من هر چیز رو ترتیب نخرید. بغیر از گریختن دیگر چاره ای ندارم. به کجا می روید؟ به قعر جهنم. باز به کجا؟ به کجا نباشد فرق ندارد. الو، دیسک آمد. تماشا کردم. خیر، امیر آن را دید؟ نه، او حال خبر ندارد. زود آن را نیست کن. زود. الکی نیست کردم. با جویش دیسکی خالی گذاشتم. خوب، آفرین به تو. این کارت بی جواب نمیماند. به عوضش میدونی من چی میخواهم؟ دیگر به امیر و اویلش کردور نشوید. خانم کمیسر، من این خیل سخنهای تهدیدآمیز را دوست نمیدارم. نمیخواهم کسی به من عقل نشان دهد. به خدا اگر دوست داری نداری خواهشم همین است. تو هم باید اجرا کنی. وگرنه آن دیس یک روز در جایهای دیگر هم پیدا شده میتواند. ابله بی‌ناموس، ابله! کسی از تو دیده بی‌ناموس‌تر نیست. یانگا؟ امیر، بخیر است یانگا، چرا آمدید؟ تو را یافته نتوانستم. جانان به من یک دیسک داد. گفت که این را حتما به امیر ده. بعد آدمان غالب آمده جانان را بردند. مرا هم تعقیب کردند، اما من گریختم. خیر، دیسک در کجاست؟ من به گلرو دادم. شما چی کار کردید یانگا؟ امیر چی شد؟ یکم کاری خطا کردم. مایلش یانگا، شما رو حاضر به خانه میبرم. من خودم حل میکنم. گلرو، یانگا هم آمده بود. خبر داری؟ دیسک همین است؟ بله، من آن را به نزد مدیر میبرم. تو آن را تماشا کردی؟ نه، حالا تماشا نکردم. بیا رفتیم. رفتیم. تو نه آمدی. با جای کار رفتم.
مرحمت، خوش آمدید. به خدا مثل نوخانه‌دارها هستید. سیر و گشت میکنید. کمپیری 50-60 ساله باشه در خانه نشسته خوراک پزه. مادر مادر همین خیل روزی دراز در بدر میگردید. کنی پرس از فرزندانش خبر دارد؟ جان آنو رو جیغ زد، من اجازت دادم. از این پس همسرم غیر از من از هیچ کس اجازت نمیگیرد. اکنون معلوم شد که از کی درس میگرفته. اما این حیله هایت به من نمیگذرند. من نباهتی پیشینم، همان نباهتم. اگر در این خانه کلین شده مرا مادر گفتن خواهی، خودت را به ترتیب درار. خودت را به ترتیب درار. راست میگویید، هیچ تغییر نیفته؟ تغییر نیفتم. بعد از این قدر مشکلی و حال هم همانید. خودخواه، بیرحم، بی‌شفقت. یاسومن، اما این را دانسته باشید، ما تغییر یافتیم. دیگر با ما مثل پیشتر رفتار کرده نمیتوانید. اگر خواهید که شما را حرمت کنند، پیش از همه خودتان را به ترتیب درآورید. یاسومن، التماس بحث کن، دیگر گپ نزن. تا کجا این جنگ و جنجال را دوام میدهیم؟ بیایید بحث کنیم، التماس. آخر به این هم مشکلی هایمان از موی سرمان هم زیادند. چرا یک دیسکی خالی رو میفرستد؟ باز خودش رو در خطر میگذارد. کی میداند؟ وقتی که گپ درباره آقای غالب میرود، همه چیز را انتظار شدن ممکن است. دستی او دراز است، به همه کس میرسد. خیر، اکنون چیکار میکنیم؟ اپای فریده گفتن که جانون در خطر است. او را به ماشین سوار کرده بردن. اگر از من بپرسی، مادامی که آن دیسک خالی است، دزدیدن آن زن هم دروغ است. یعنی خلاصه گپ غالب برای او هم نقشه دارد. برای همین خوبش بیهوده گروه را به پا نخیزانیم. یعنی به عملیات نمی رویم؟ آخر من همش رو آماده کردم. نه گلره، وقتی میدانیم که دستی خالی می آیم چرا رویم؟ برای همین وقتش را انتظار می شویم. هر وقتی که من به تو گویم می رویم، میلش. یعنی وقتی که چیزی آورده می توانیم. یعنی هیچ فایده ندادید؟ ممکن او نکرده است، شاید تهمتش میکنیم. او کرده است. من آدم را از چشمش میشناسم، این کار میکند، اما معلوم است که او کرده است. خیر چیکار میکنیم؟ تا پشیمان شدنش انتظار میشویم. دیگر چاره‌ای نیست. نمیدونم، اما بهتر از شما در نزدیکش ایستید. دیر یا زود به بیرون میبراید. مگر شما نگفته بودید که او با وجدان است؟ به فکرم او درباره این سخنها فکر میکند. اگر من آن کار را حل میکردم هیچ نباشد 5000 لیره فایده میگرفتم. عینا نمیخیر. مایلش این دفعه حل میکنم، اما فایدهش 2 تقسیم. فهمو؟ آن مرد دروغ گفت. در همین جاییم. در همین جاییم. یاری دید. یاری
آخر مردن نمیخواهیم، بیا ما را نجات ده. با یک مرد گفتم او به نزدتون ناومد. هیچ کس نآمده است. نفس کشیدن نمیتوانم، زودتر کمک. من نزد پلیس میروم، توقت کنید. ایست اگر خواهم دهم به او زنگ زن. این روزها هم در نصیب آمده است. برای نجات دادن تیمور و پینار سرگردانم. وای. از من خفه نشو. آخر گناهی من نیست. میدونم گناهی تو هم نیست. همش رو مادرت کرد. با من چنان دروغ گفت که خاموش بودم. خودم را اداره کردم برای تو. اما دیگر نمیتوانم. ببخش. ببخش. خدا را شکر. پدر و پسر، خداوند محبتتان را از بین نبرد. خیلی به طالع بوده ای پسرم. زنی زیبا داری. فرزندانت هم همین طور. در دنیا از این دیده ثروتی زیادتری نیست. تو خوشبختی. خداوند به شما حضور دهد و از راه راست دور نسازد. شرف با من بیا. بیا زودتر. کلید ماشین را با من ده. چیکار میکنی؟ چی کاری خواهم میکنم کارت نباشد. کو کلید را با من ده. در اینجا چی گپ است؟ هیچ چیز نیست ینگه. باقاجی ماشین را خبر میگیرم. کلید را با من ده میگویم. زودتر. چیکار میکنی؟ تو چی نمیفهمی؟ کلید را با من ده. آخر پدرم شنوند ناراحت میشوند. پسرم خدا چی گپ است؟ آوازتان چی تا گپ پایان است پسرم؟ آمده؟ اینها چیه؟ کاری تو چی؟ شرف. تو در آن بنا چیکار میکردی؟ کدام بنا پسرم؟ خودش میداند مادر. پسرم چرا با اکادی درگم میزنی؟ نمیخواهم که باز در پشت دری سود و پروکورور گردیم. مادامی که هممون یک جور شدیم آسوده زندگی کنیم میگویم. پسرم امیر چی میگوید؟ نمیبینه سفسطه میگوید. در آنجا چی گپ باشد؟ چرا قایل نمیشوی شرف؟ آخر چیکار کرده باشی؟ گپ زن. به کجا میروی شرف؟ مرا به حالم گذار. از پسی کارت شم. همه همان را پریشان میکنی آخر. بیایید به خانه در شرمنده شده مفید.
امک جون الو از ده زنگ بزنی الو ای خدا روی خط همین است. آلات ها در بغاج. امروز هم به خونه دیر اومد. پای افزارش پر از خاک بود. ما چی کاری که نکنیم او به گردن نمیگیرد. برای همین دروغ میگوییم. چه خیلی دروغ؟ میگوییم که پینار و تیمور را یافتند. فکر کنم به شرف فکر کرده راه راست را یا الو امک من کمی پیشتر به شما زنگ زده بودم رقمتون رو خانم پینار داد پینار؟ او حالا در کجاست؟ در یک بینای ویرانه است شما بیاید من نشان میدهم تو در کجایی؟ تیمور التماس چشمانت را گشا. تیمور چشمانت را گشا. آخر حاضر بمورم. در اینجا هم را یافتی؟ به تو یک خبری دارم. سلیم زنگ زد. پینار و تیمور را یافتند. یافتند؟ بله یافتند. تیمور مرده است. پینار چی؟ در شعبه احیا است. دکترها به خود آمدنش را انتظارند. گوش کن شرف. میدانم که این کار را تو کرده ای. اگر پینار به خود آمده گوید که شرف کرد جزای وزنی میگیری. اما اگر رفته خودت اعتراف کنی جزایت سبک میشود. خبش با من گوش کن. رفته همش را قایل شو. میدش بخیر است پسرم. پینار و تیمور حالا یافت نشدند. من از شرف شبهه دارم. حاضر دیوانم بشم. تیمور چشمانت را گشا.
مادر جان پدر جان به اینجا بیایید. پسرم چی شد؟ امینه در درون مو. کلی در کجاست؟ شکست. نه در درون جوان چکار میکنه داخره؟ بازی چشم پوشک میکردیم بیبی جان. امینه دخترم بیا پسرم دخترم نترس در همین جایم. حاضر تو رو میبراریم نترس. استیلیانگا نترس جانکم نترس حاضر تو رو میبراریم. من میترسم بیبی جان. نترس جانکم نترس. پسرم کودک در درون نفس گیر می شود. شرف زود رفته از درون اسباب ها را بیار پسرم. دخترم گریه نکن دخترم حاضر پدرت تو رو میبرارد. نترس دخترم. انا مکت هم در همین جاست حاضر تو رو میبرارند. این کارهای بسرمون آمده رو بینه. شد نترس جانکم نترس. نترس دخترم حاضر پدرت میکشم. نترس حاضر میکشم. دخترکم همش گذشته. دخترم جانکی من شد گذشت. سخت ترسیده است. خیر شد بیاید. جانکی من دخترم. پدر جان در تاریکی خیلی ترسید. همش گذشته. صد شد. گذشته. صد شد. باید در اینجا یک کودک مرا انتظار میشد و رو ندیدی؟ نه که ندیدم. خیر میلش. خیر. نه همش خوب است. اجازت رو گرفته؟ بله گرفتیم. حاضر کار را سر میکنیم. شما این ماشین ها را به قفا برید. سرم به کجا می روی؟
کار دارم. اینجا شین. با تو یک چیزی مهمی میگویم. گوش میکنم پدر. گوش کن پسرم. بی ایمانی چیزی است که خداوند آن را دوست نمی‌دارد. با وجود این با ایمان باشی یا نباشی خداوند رزقت را منع نمی‌کند. در آخرت حسابت را موافق همان می‌سپاری، اما اگر ظلم کنی و ناحقانه به جان انسان دست دراز کنی سزایش را در این دنیا هم در آخرت هم می‌بینی. انبین گذشته هایمان چی فرمودند؟ آنی که با ظلم آباد شده است آخرتش برباد می شود. خلاصه ای گپ این دنیا برای قصد جان و مال نمی ارزد. یگان ناخوشی رخ نده. امروز این بنا را بیرون میکنم. خوب شد از اینا فهمیدم. بچه ها حاضر مهندس بیاید بنا رو میترک کنم. همه چیز رو بخفا بریم. فهمان؟ شرف در کجاست پدر؟ حاضر برآمد پسرم. الو فریده، منم کمال. باید صحبت کنیم. در نزد خانه‌ات هستم. ماینش چی شد؟ شب یک پسرک زنگ زد. پینار فرموده است. در کجا بوده است؟ در قسم جنوبی در یک بنا بوده است. میخواست مرا ببرد اما نامد. بنا در قسم جنوبی؟ امیر در باره آن به من گفته بود. من اونجا رو میدونم. میدانی؟ حاضر میآیم. یک طرف. یک بیمار رو به شعبه احیا آوردن. دیروز آوردن. نامشون؟ پینار چتینکایا. در اینجا چونین شخص نیست. یک دقیقه ایستید. من تفتیش میکنم. در اینجا چیکار میکنی؟ خودت در اینجا چیکار میکنی؟ شرف بیهوده انتظار نشو. پینار نیست. مرده است؟ نه، او به اینجا نآمده بود. دروغ گفتی. دیگر راه اعتراف کردن تو نبود. اکنون گپ زن شرف. پینار در کجاست؟
تیمور خست رو نجات میدهم. خست تیمور. تمام آقای مرکز. یگان خطاگی نیست آخر؟ میتوانیم شروع کنیم. آدم ها را به قفا برید. اطراف بنا را خالی کنید. خب مسئله رو فهمیدید؟ شما با اون طرف شما این طرف رو برید. اما در نزد فابریکای متو بروری بوده است. در راه جنوب است. حاضر میپرسیم. من با امیر خبر میدهم. زود باش باید دریافت کنیم. شاید بینا را ترکاندند. اگر در وقتش خبر میکردی ینگه هم زنگ بزن. لبا ینگه امیر خاطر نشوید شرف را گرفتم. بینا در جایی گفتم بوده است. فهمو من هم میآیم. شرف همراه امیر است. خدا روی تا دیر نمونیم. خیز تیمور خیز رها میابیم. کنی زودتر کنی زودتر. خیز آخر خیز.
یگون کس هست؟ نیست شدم امیر، من نیست شدم. خودت را با دست کرد، شاید زنده باشد. در درون یگون کس هست؟ امیر یگون کار کن آخر. باید زود به درون داریم. در درون 2 نفر هست. چه ها میگی برادر؟ آخر همه جا رو تفتیش کرده بودیم. در درون یک مرد و یک زن هست امیر. آخر هیچ کس نبود. یک طرفی است، خلل نرسان. میگویم. بچه همه جا رو بینید. کابد، خوب کابد. کنار. بینید آنجا رو هم بینید. کنار. کنار مرا میشنوی؟ کنار. بینید بچه ها همه جا رو بینید. آن طرف رو هم بینید. فریده شرف می رود. با کجا؟ نمیدانم. آقای کمال باید رو من کنیم، میگریزد. مایلش. من احمق. اکنون چیکار میکنم؟ مرا باز به حبس خانه میبرند. باز همه‌اش از نو آغاز می‌آمد. یگون کس هست؟ کنار. در آنجا یگون کس هست؟ کنار. یگون کس هست؟ خدایا با هیچ کس ضرر نرسد. آوازتون براره. کنار. در بیهوده میکوبید. گفتم که در اینجا هیچ کس نیست. صدا دیه. کنار. خاموش باشید. یک دقیقه بچه ها خاموش هستید. یک صدای میشنوم. در اینجا کسی هست؟ بچه ها صدا از آنجا می آید. کنار. در اینجا نفری هست، یاری دیه. زودتر بیایید. یک چند نفر به اینجا بیاید. تیمور زود. این تیمور است. زودتر. آیسته بابا کمک کن. حاضر تیمور. کنار چی؟ تیمور پینار در کجاست؟ زود یاری تجلیل رو جغ زنه. زودتر. الو زود به قسم جنوب و نزدیک کارخانه بافندگی یاری تجلیل رو فرسته. زودتر.
اینطور نمی شود. من گریختن نمی توانم. نباید گریزم. پینار 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 او در کجاست؟ آیسته احتیاط کنید. آیسته آیسته احتیاط کنید. لابای آقای کمال شرف رو یافتید؟ من خدا او را گم کردم. نمیدونم به کدوم طرف رفت. میابم. وضعیت آنجا چطور؟ تیمور رو یافتند. او زنده. پینار را چی؟ پینار رو حالا نیافتند. پینار منو میشنوی؟ من تو رو نجات میدیم. بچه‌ها یک زنی دیگر ینگه بیاید از پس ماشین یاری تجلیل بگیم. پینار چی میشود؟ او رو میکابن ینگه. حاضر گروه نجات دهنده میآید. شرف در کجاست؟ ینگه شرف در کجاست؟ گریخت. باز سر شد. آخر بس بودگیست. من از او بیزار شدم. میکشم. پینار ماشین خاموش کرد. باز زنگ زد. خاموش است. او باز میگریزد. سلام، من کمیسر امیر. به من ماشین لازم است. شرف
شرف شرف شرف شرف شرف شرف شرف مرا کشتن میخواسته اکنون جزایت را بینبله آخرین قدر دور رفتن نمیتوانست. پینار خوب هستی؟ که پینار گوش کنید حالم بد است به من کمک کنید. ای وای بیا با ماشین گذر کنی؟ گذر بدیخدی همه گروه ها ماشین سبوگرا با رقم 34 FG 9182 را دستگیر کنید. 34 FG 9182 نام گمانبر شرف افگیل، سلاح ندارد. شرف کاری خودش را مشکل کرد. باز یک امکانیت دیگر داریم ینگه. جانان از دست آدمان غالب رها یافته به ما پناه برد. چی گفتی؟ پناه برد؟ بله، او را در زیر برنامه محافظت شاهدان جا کردیم، چون که اگر پنهان ماند او را خوبتر محافظت کرده میتوانیم. در مرافعه اشتراک میکند، شاهدی میدهد. بله ینگه، تمام گناه های غالب تیمور و پینار را آشکار میکند. برای به محکمه کشیدن آنها دلیل پیدا میکنیم. اما ینگه التماس به هیچ کس نگویید، به گلرو تماما نگویید. امروز در جای حادثه بودند. در مقابلش در یک خانه کامیرای نظارتی بوده است. حاضر باشد ثبت رو تماشا دارم. در خصوص جانان یگان چیز هست؟ یک کس او را به ماشین بر کرده برده است. زنده است؟ نمیدونم، در نوار حرکت نمی کند. او رو برداشته میبرند. خیر این را چطور میفهمیم؟ آدمانتان زیادند، بگذاریا بند. به من گوش کن کمیسر گلرو، خواهی نخواهی ما با تو حالا هم شریکیم. در این وقتها خوبش تو هم بیکار نیست، چون که به تو هم تاثیرش میرسد. سلیم در کجاست؟ چرا نمی نماید؟ در بیمارخانه است، برای محافظت شهید رفت. شهید گفتی؟ بله شهید. نمیدونی در کدام بیمارخانه است؟ نمیدونم، در روی میزش قید میکرد. خیر میلش. алло, комиссар Салим, гулро ба роҳ баромад, назди шумо меравад. پینار مرا نشناختی؟ مرا آخر من عشقی تو هم.
یعنی چی طور؟ عشق منی؟ راست میگویی؟ او از عقل بیگانه شده است. قریب باور میکرد. حالا ایست همه این رو از بینیت میبرارم.